خب سلام مجدد. میخوایم راجع به اتومارک دوباره صحبت بکنیم. از اون جایی که مباحثی که مثلا ناقص مونده میخوایم حرف بزنیم راجع به این که چجوری خود اتومارک داره عمل میکنه. ما اینجا گفتیم که سری آدرس یونیکد داریم و به همراه پرفرنس‌هاشون هم نوشتیم دیگه، ترجیحاتمون رو هم نوشتیم که چجوری اینها اعراب گذاری بشن. یه دونه دیکشنریه، درسته؟ توی دیکشنری ما یه دونه کی داریم، یه دونه ولیو داریم. کی همون آدرس های یونیکد هستن، ولیو همون هم اینجا هستن دیگه. مثلا نوشته تاپ مید باتوم، مثلا باتوم موست کانتور مید پوینت مثلا. اینها رو ما مثلا یه دونه حلقه اینجا مثلا فور داریم، فور گلیف، مثلا گلیف یونیکد این مثلا فونت دات گلیفز، مثلا واسه هر فونت، واسه هر گلیف که توی مثلا فونت است. اگر آدرسش مثلا این بود، برو مثلا چک کن توی این. اگه مثلا توی این دیکشنری مثلا بود اسم گلیف، برو و مثلا این رو برگردون، این رو هم مثلا اسپلیتش کن با این. اینجا یه دونه آر اسپلیت داریم دیگه. مثلا اگه من این رو همین رو ببرم مثلا توی اینجا بررسی بکنم، این پایین، بله، توی پروسس، توی بیس گلیف دیکس مثلا اون همین 0620 اومده اینجا. گفتیم اگه گلیف دات یونیکد مثلا این توی این بیس گلیف دیکت بود، بیس گلیف دیکت بود که حتما بوده، گلیف کلاسش رو بذار بیس گلیف و مثلا پرینت کن مثلا این یونیکد بیس گلیف دات گلیف نیم، همین که داریم توی پروسس ها توی ران شدنش میاره. اونجا این رو مینویسه و بعد مثلا اگه مثلا بیس گلیف دات مثلا همین با چیزی که توی بار نوشتیم، مثلا اینجا این رو من کپی کنم بیارم اینجا، همین رو مثلا من همین خط رو کپی میکنم بیارم اینجا که مقایسه بکنیم. اگه بیایم اینجا این اضافه میشه اینها، بله اینجاست دیگه. مثلا 0620 اومده اینجا. حالا مثلا ما آر اسپلیت میکنیم، قسمت صفرش رو برمیداریم، یعنی هر جایی که بار میبینیم یه دونه آر اسپلیت میکنیم، یه لیست میسازه از این تاپ مید و مثلا باتوم مثلا دو نقطه باتوم موست مثلا فلان. قسمت صفرش مثلا میشه اینجا دیگه. قسمت صفرش میگه مثلا اگه تاپ اکستریما بود این کارو بکن. حالا مثلا این تاپ میده، اگه تاپ مید بود چیز رو کجا انکور مثلا تاپ بیس رو بذار اینجا، روند ایکس مین به علاوه ایکس ماکس، ایکس مین و ایکس ماکس هم اینجا تعریف شدن دیگه. ایکس مین هست گلیف باندینگ باکس 0 که میشه ایکس مین، ایکس ماکس هم هست گلیف باندینگ باکس 2 میشه 0 1 2 ایکس ماکس میشه اوریج این دوتا، میانگین این دوتا میشه و یه دونه تقسیم بر 2 و روند هم میشه دیگه که مختصاتمون عدد مثلا صحیح باشه. و اینجا وای مکس اکستریمای 1 هست، همین وای مکس اکستریمایی که به دست آورده بودیم. البته اوریج نیست دیگه این، چون با چیز حساب کردیم، این مقدار ابسولوته، اوریج نیست، یعنی همون نقطه ماکسیمومی که خود گلیف داره. این هم گلیف باندینگ باکس مثلا میشد از مثلا گلیف باندینگ باکس 3 هم میشد بنویسیم، این فرقی هم با اون نداشت. توی میت که فرق با هم نداره. و مثلا تاپش اینجوری به دست میاد. مثلا قسمت دومش مثلا ما اینجا رو آر اسپلیت مثلا صفرش کردیم دیگه، این رو داریم بررسی می‌کنیم. یکیش رو بخوایم بررسی بکنیم، یکیش هم میشه اینجا باتوم موست کانتور مید پوینت. مثلا باتوم میشه باتوم موست کانتور مید پوینت. اینجا مثلا داره میگه توی فانکشن از یه فانکشن داره میاره این رو. پایینش که وای مین اکستریما رو میاره که داشتیم توی محاسبات عمومی واسه گلیف، ولی مختصات ایکسش رو، این مختصات گریگش هست دیگه، مختصات ایکسش رو از این تابع داره به دست میاره. این تابع میره پایین ترین کانتوری که وجود داره به دست میاره. ورودی این تابع چی هست؟ یه دونه یونیکد انگلیف هست
همین گلیف که داره بررسی میشه یونیکدش هست و وایمین اکستریماش هست. کاملا مشخصه دیگه، ما داریم وایمین اکستریما رو از همینجا برمیداریم که بیاریم توی این تابع ببینیم توی کدوم کانتور قرار داره و در واقع اوریج اون دوتا رو، ماکسیموم و مینیموم کانتور باکس رو، میانگینشون رو بیاریم اینجا و بنویسیم. مثلا همین رو مثلا من برم اونجا تابعش رو ببینم. اگه بریم توی تابعش بررسی بکنیم یه خورده طولانی. خب یه دونه لیگا هم داریم واسه لیگه. چرا این خود اون تابع است. ببین یه دونه همون گلیف داد یونیکد میاد اینجا و بررسی میشه. اگه این هم که داره بررسی میکنه، من گفتم توی ویدیوی قبلی یا نه، که اگه عدد اومد یعنی یونیکدشه و برو مثلا از یونیکدش اسمش رو پیدا بکن و گلیف رو انتخاب بکن توی اون فونت با اسم اون گلیف انتخاب بکن، یا اگه مثلا اسم میاد که مستقیما اسم اون گلیف توی اون فونت. و دوباره همون هاست دیگه، مثلا پرزر لیر از آندو داریم. نمیدونم اینا رو توضیح دادم قبلا یا نه، فکر توضیح ندادم. یه دونه اسنپ شات یا مثلا یه دونه ثبت وضعیت از وضعیت فعلی گلیف میگیریم، چون میخوایم همه رفرنساش رو، همه کامپوننتاش رو آن لینک بکنیم. مثلا اینجا اگه بیایم اینجا مثلا همشون چیز هستن دیگه، اون گلیفایی که میخوایم مثلا بذاریم همشون کامپوننت هستن. اینا رو اگه آن لینکشون بکنیم اینجوری میشه. یه آن لینکشون میکنیم، یه دونه اد اکستریما میکنیم. اگه مثلا ممکنه اینجا مثلا این مثلا مرج بکنم این هست میشه نقطه. ممکنه مثلا اینجا اکستریما نداشته باشیم ولی نیاز داریم که اکستریما رو داشته باشیم توی نقاطمون، چون توی محاسباتمون لازم داریم. بنابراین اگه اکستریما نداشته باشه ما اضافه میکنیم با اینجا. بعد ریموو اورلپ هم داریم، یعنی ممکنه مثلا یک جور مثلا طراحی داشته باشیم که کانتور روی هم دیگه افتاده باشن، اونا رو ریموو اورلپ میکنیم که یک پارچه بشن همشون. بعد سیمپلیفای هم داریم آخرش، گلیف سیمپلیفای. اینجا دقیقا همینه دیگه، سیمپلیفای رو بزنم خیلی از گره ها حذف میشه و تغییری هم توی شکل گلیف به وجود نمیاد. این کار باعث میشه که حجم محاسبات کمتر بشه. بعد دوباره مثلا اینجا مثلا میگیم فور کانتور این فونت فلان، برای هر کانتوری که توی لایه فورگراندش اکتیو لیر این گلیف هست، مثلا همین گلیف هستش. حالا بریم توی یه نمونه‌ای که داره کار میکنه، ساید مسکان ها، مثلا واسه دقیقا واسه خود گلیفه بریم اینجا، داریم در مورد این گلیف حرف میزنیم دیگه. پس این رو یه دونه آن لینک کردیم، یه دونه اد اکستریماش کردیم، یه دونه هم سیمپلیفایش کردیم. درسته؟ الان این داره راجع به این گلیف داریم حرف میزنیم. برای هر کانتوری که توی این گلیف هست ما لیست کانتور پوینت رو به عنوان لیست کانتور تعریف میکنیم. بعد آن کرو پوینت لیست رو تعریف میکنیم، یعنی لیست پوینت هایی که پوینتشون آن کرو هستن، روی منحنی هستن. بعدش میگیم واسه اگه این آرگومانی که مثلا وایمین اکستریما رو آورده بودیم، اگه این داخل گلیف هست، داخل اون کانتور هست، که یعنی مثلا اینجا میشه این کانتور، من وای مینیمومش رو آوردم توی آرگومان تابع محاسبه این دیگه. درسته؟ میگم اگه این نقطه داخل اون کانتور بود، مثلا داخل این کانتور که نیست، داخل این یکی هم نیست، داخل اینه، ایکس مین پوینت میشه مینیموم آنکر پوینت لیست و صفرش که میشه ایکسش، یعنی با ایگرش کاری نداریم. ایکس ماکسیمومش هم میشه ماکسیموم همین. بعدش آندو لیر میکنیم که همه چی رو به حالت قبل برمیگردونه، یعنی کنترل زد انگار داریم میزنیم تا اون موقعی که ثبتش کرده بودیم این رو، که این شکلش رو عوض نکنه. و بعدش مثلا ریترن داریم که x max همین x max پوینت و x min پوینت رو جمع میکنیم، تقسیم بر 2 میکنیم، اوریجش رو، میانگینش رو برمیگردونیم. بنابراین x اینجا به دست میاد. من اگه مثلا این رو بذارم اینجا، همینجا به دست میاد. این بذارم اینور
به همین ترتیب که خیلی منعطف میشه دیگه. بنابراین اینجوری مثلا خیلی راحت به دست میاد. توابع دیگه هم مثل همین هستن دیگه، میرن توی با گلیفی که اونجا وجود داره محاسبه انجام میشه و بعد کارها به همین ترتیب همشون انجام میشن. ما اینجا پر از حالتهایی هستن که حالتهایی رو نوشتیم که تمام اینها دارن انجام میشن، دارن تقسیم میشن به اون حالتی که نوشته شدن، در واقع انتخاب میشن و توابعی که عمومی یا تابع هایی که اون بالا نوشتیم اجرا میشه که مختصات به دست بیاد. اگه خود توابع هم رو بررسی بکنید خیلی سرراست هستن، خیلی چیز خاصی نداره. واسه گلیف هایی که آدرس یونیکد ندارن هم یه سری پیش بینی هایی انجام شده. مثلا اینجا همه گلیف ها یونیکد دارن، با آدرس یونیکد میتونن انتخاب بشن و مختصاتشون به دست بیاد با توابعی که عمومی یا اختصاصی که نوشته شده. ولی مثلا یه دونه نون یونیکد بیس گلیف دیکت مثلا فاینا هم داریم. این چه جوریه؟ مثلا من میگم 0620 یعنی همین خود همین فایناش، اگر من پیدا بکنم اینجا 0620 دات فاینا، این آدرس یونیکد نداره، روی یونیکد ولیوش نوشته -1. مثلا یونیکد ولیوی خود این که از همینجا آوردیم حالت اصلیش هست U مثبت 0620 آدرس یونیکد داره، ولی اون یکی نداره. خب اون وقتی نداره چجوری میتونیم به دستش بیاریم؟ پس با یونیکد نمیتونیم بهش اشاره بکنیم دیگه. این همش این یونیکد ولیوش -1. همه اینهایی که یونیکد ندارن یونیکد ولیوشون -1، پس نمیشه با یونیکد ولیو بهشون دسترسی پیدا کرد. فقط میشه با اسمشون بهشون دسترسی پیدا کرد. اسمشون هم ممکنه توی فونت‌های مختلف متفاوت باشه. واسه همین ما میریم و فیوچرهای خود اوپن تایپ رو بررسی میکنیم واسش. مثلا من میگم توی فاینا، توی جی ساب فاینا اگه 0620 به یه گلیفی اشاره کرده بود، تو اسم اون گلیف رو واسه من به عنوان فاینا این در نظر بگیر. بنابراین من یه دیکشنری دیگه دارم که اونجا اون خالیه و اگه 0620 توی فایناش توی فونت باشه میره و همین سطر رو جایگزینه، همین سطر رو اونجا کپی میکنه و به جای این اسم اون فایناش رو میاره. بنابراین اون دیکشنری ها قبل اینکه فونت قبل همه کارها اینها دارن انجام میشن و تمام گلیف هایی که میتونه پیش بینی بشه شکلشون همهشون اضافه میشن به لیست ها و دیکشنری ها. اینجا بس فاینا رو داریم به همین ترتیب. واسه مدی و حالات میانی و ابتدایی هم داریم، اونایی که پیش بینی میتونن بشن و حتی لیگیچر هم داریم. اینها لیگیچرها یونیکد هستن، همشون آدرس یونیکد دارن، این 6 تا ببخشید 8 تا، ولی اینها ندارن. اینها رو هم به همین صورت یه خورده پیچیده داره حالا پروسش. ولی مثلا من میگم این اگر اینشیالش بود اونجا و این اگر خودش بود اونجا توی یکی از فیوچرهای آر لیگ یا مثلا لیگا بودن، اون چیزی که بهش اشاره میشه رو با همین پرفرنسی که نوشتیم توی یه دونه دیکشنری دیگه کپی بکن. یعنی به جای این اسم اون لیگیچر رو بذار و این پرفرنس رو هم دقیقاً کپی کن اونجا. واسه یه چیز هم داریم، واسه اینجا توی CCMP هم داریم واسه لیگیچر اعراب، مثلا تنوین و مثلا اینجا همزه با هم لیگیچر شدن، تنوین همزه رو ساختن، ولی خود تنوین همزه یونیکد نداره اینجا، بس نمیتونیم بهش اشاره بکنیم. میام اینجا این رو چک میکنیم و مثلا توی همین مورد که نشونتون بدم مثلا اینجاست، میگیم اگه جی ساب و CCMP داشتیم اینجا توی جی ساب لیگیچر در واقع لوکاپ اینفوی یکی از مثلا توی لوکاپ های فونت یه دونه مثلا لوکاپ اینفوش مثلا جی ساب لیگیچر و CCMP بود همزمان،
تو این رو چکش بکن دیگه. ببین مثلا اگه مثلا ورودی هامون اینها مثلا این دوتا جزء مثلا تاپ لیگچرها بودن، اسم چیزی که دارن بهش اشاره میکنن رو، یعنی این رو بذار توی همون تاپ لیگچر مارک گلیفز چیز بکن، اضافه بکن اسمش رو. و به همین ترتیب واسه مثلا باتوم هم همینطور. پس تا جایی که میشه، تا جایی که راه داره، واسه گلیف های غیر یونیکودی هم ما سعی کردیم که توی با اتومارک من سعی کردم که شکلشون اگر قابل پیش بینی است اضافه بکنم به فونت، به اسکریپت، که اونها هم مارک گذاری بشن. پس این CCMP مال لیگچر مارک ها هست، فاینا و مدی و اینیت هم مال اونهایی هستن که حالت میانی، ابتدایی و نهایی یونیکود ندارن، و این هم که مال لیگچر ها هستن دیگه، یا لیگچرن یا آر لیگن، هر چی جزء لیگچر اگه باشن بررسی میشن. پس این هم از این، و همشون بررسی میشن و در نهایت اضافه میشن و سیو میشه و تمام. حالا ما اگه بخوایم بررسی بکنیم که چه تفاوتی داره حالت دستی با اینجا، من اوریجینالش رو دارم که دستی به صورت دستی مارک گذاری شده، و اینجا هم اتومارک بازش کردیم چون باید ببندیمش. از این هم خروجی بگیریم، میتونیم مقایسه بکنیم که چجوری انجام داده کار رو. خب من هم این را هم میارم. البته ما مقادیر رو دست داده بودیم. ما ببینیم مثلا اینجا مارک تو بیس رو ما اضافه کردیم، اون رو باید، این رو من برمیدارم چون ما تغییرش دادیم. من دیفالتش رو میذارم و دوباره رانش میکنم. خب و از اینجا دوباره جنریتش بکنیم. مثلا خود TTF هم بزنم، مثلا بزنیم خود TTF رو بزنم من اینجا مستقیم. این رو اصلا این رو پاکش بکنم، این رو هم پاکش بکنم، مستقیم خود TTF رو اینجا به جای سیو فونت می‌نویسه جنریت فونت. خب اوریجینال رو آوردم، نه هر دو تا رو باید بیام دوباره. خب این اوریجینالش هست، این هم چیزی هست که اتومارک به دست آورده. این اوریجینال هست، این هم چیزی که اتومارک. اینجا رو میبینید که این چیز شده، کار نکرده اینجا، به خاطر این است که این یه دونه کالت داره، این در واقع کالته، فرم اصلی نیست. اگه من این رو کالت رو از اینجا بردارم، اون موقع این کار میکنه، چون من کالت ها رو اضافه نکردم اینجا کار نمیکنه. توی بعضی از جاها اتومارک بهتر عمل کرده، توی بعضی از جاها دستی خیلی بهتر عمل کرده. نمیشه مطمئن بود که تمام کارهایی که ما واسه اتومارک انجام دادیم رو مثلا بشه تاییدش کرد. یعنی ممکن یه جاهایی یه سری انعطاف‌هایی لازم باشه، از نظر کارهای ریزه‌کاریای مثلا دستی نیاز باشه که اتومارک نتونه اونها رو تشخیص بده و اصلا نشه 2 به 2 توی فونت تشخیصش داد. ولی تقریبا نتایج نزدیک هست. همونجور که می‌بینید تقریبا میشه گفت این هم جزو کالت هاست، این هم. ولی مثلا توی بقیه‌شون تقریبا میشه گفت که نتیجه قابل قبوله. حتی شاید مثلا ببین الف و اینجا مثلا علیم، این خیلی همگن‌تره تا مثلا نه درست
دسته بهتره در واقع. توی یخرجونهم ببینیم این چجوریه. یخرجونهم دسته توی پایینش بهتره. ببینیم مثلا شاید یه چیزایی نیاز باشه که ما بتونیم مثلا اپتیکالی یه خورده کار رو بهترش بکنیم از هر نظر. من امیدوارم که یه خورده بتونم روی این چیزها کار بکنم. یه چیزهایی هم در نظر دارم، حالا اینجا نمیگم، ولی ممکنه بشه مثلا جاگذاری ها رو یه خورده، جاگذاری انکورها رو یه خورده توی خود مارک ها بهترش کرد، بهینش کرد. و همین دیگه، امیدوارم که اتومارک قابل استفاده باشه، مفید باشه، یا حداقل مثلا بشه از لابلای اینها یه چیزایی یاد گرفت واسه کارهای جالب و کارهایی که مثلا میشه یا مثلا واسه مارک یا مثلا واسه افکت نرم افزاری یا مثلا واسه کارهای دیگه، اتوماسیون، هر چی یه خورده به درد بخوره، یه خورده ایده هایی بده به دستمون، به ذهنمون یه خورده کمک میکنه که یه خورده ایده های جالب و جذابی رو بشه بهشون فکر کرد. خیلی ممنونم، متشکرم، امیدوارم که مفید باشه. خداحافظ.